تصاویر تازه نغمه با دخترش در جریان روزهای عید از طریق صفحات مجازی نشر شده است. پیام تبریکی و به دور از تصور بانو نغمه برای دوستداران و طرفداران هنر موسیقیش. نغمه با دخترانش در کدام کشور زندگی می کند؟ آیا نغمه از همسر دومش جدا شده است و یا هم خیر؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. بانو نغمه یکی از هنرمندان خوش صدا، خوش قلب و ناماشنای افغان، وی بیشتر از 50 سال می شود برای هنر موسیقی در افغانستان خدمت‌های بی‌بدیلش را انجام داده است. بانو نغمه همسر اول منگل بوده است. این دو زندگی خوش و آرامی داشتند و بیشتر از 100 قطعه آهنگ دوگانه با همدیگر سرودند. نغمه از منگل دارای 5 فرزند بوده است، ولی وی در سال 2006 از شوهرش منگل جدا شد و رهسپار کشور امریکا. در آنجا ازدواج دوم انجام داده است و با دخترانش زندگی خوش و آرامی داشته است. جدیداً تصاویر تازه نغمه از تجلیل عید سعید فطر در صفحات مجازی با دخترانش نشر شده است که بازتاب گسترده‌ای داشته است. نغمه ایام عید را برای تمامی مسلمانان جهان از صمیم قلب تبریک گفته. مدت دیری می شود بانو نغمه دیگر آهنگ جدید برای دوستداران و طرفداران هنرش نشر نکرده است، ولی قرار است به همین تازگی ها نغمه با شفیق مرید کنسرت بزرگ را در شهرهای امریکا برگزار کند. یکی از دختران نغمه همسر شفیق مرید است. من آرزوی موفقیت، سعادت و کامیابی برای تمامی هنرمندان کشور خود از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. عزیزان و همراهان خوبم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران نغمه و منگل به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما خوبان از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. تا درودی دیگر امیتان را به الله منان سپرده موفق و کامگار باشید.